عشقم آیلا رو برسون خونه، خیلی خیلی مراقب خود باش، رسیدی حتما بهم خبر بده. آیلا فعلا. مهدی حس نمی‌کنی یه کمی رفتارای نامزدت جدیداً تغییر کرده؟ آره والا، یه چند وقتی هست یه نفر پیمای ناجوری بهش میده، تهدیدش میکنه. تهدید چی؟ بهش گفته اسید میپاشم تو صورته، گفته مثل سایه دنبالتم، هر جا بری پیدات میکنم، تا زیباییت ازت نگیرم آروم نمیشم. نه بابا خیلی جدی نگی، شاید خوشو بر تو دوست کنم. نه جدیدن کلا از موتوریان میترسه. ندی پشت را قرمز تا موتوری اومد کنار اون سری شیشه رو کشید بالا. نمیدونم چیکار کنم واقعا. یا خدا، آیلا فکر کنم همونان.